چرا از داکر استفاده کنیم؟ سوال 1. چرا از داکر استفاده میکنیم؟ گزینه‌ها. جواب: همه موارد فوق: افزایش سرعت توسعه و استقرار، محدود کردن وابستگی‌ها، ایجاد ماشین‌های مجازی سبک. داکر به ما کمک میکنه تا سرعت توسعه و استقرار رو افزایش بدیم، وابستگی ها رو محدود کنیم و ماشین‌های مجازی سبک ایجاد کنیم. سوال 2. کدام دستور برای ساخت یک ایمیج داکر استفاده می شود؟ گزینه‌ها رو ببینیم. جواب صحیح گزینه 2 داکر بیلد. دستور داکر بیلد برای ساخت یک ایمیج داکر از یک داکر فایل استفاده میشه. سوال 3. داکر فایل چیست؟ گزینه‌ها رو ببینیم. جواب صحیح گزینه 1 یک فایل متنی که شامل دستور عمل‌های ساخت ایمیج داکر است. داکر فایل یه فایل متنیه که شامل دستور عمل‌هایی برای ساخت یه ایمیج داکره. سوال 4. چگونه میتوان یک کانتینر داکر را متوقف کرد؟ گزینه‌ها رو ببینیم. جواب صحیح گزینه 2 داکر استاپ. دستور داکر استاپ برای متوقف کردن یک کانتینر داکر در حال اجرا استفاده میشه. سوال 5. کدام گزینه بهترین توضیح برای داکر کامپوز است؟ 1. گزینه‌ها رو ببینیم. گزینه صحیح گزینه 1 ابزاری برای تعریف و اجرای برنامه‌های چند کانتینری. داکر کامپوز ابزاری برای تعریف و اجرای برنامه چند کانتینری. سوال 6. چگونه میتوان پورت های یک کانتینر داکر را به هاست نگاش کرد؟ گزینه‌ها رو ببینیم. جواب صحیح گزینه 1 با استفاده از گزینه -p در دستور داکر ران. میتوان با استفاده از گزینه -p در دستور داکر ران پورت های یک کانتینر داکر را به هاست نگاش کرد. سوال 7. ایمیج های داکر در کجا ذخیره می شوند؟ گزینه‌ها رو ببینیم. جواب صحیح در داکر هاب و یا رجیستری های خصوصی. ایمیج های داکر میتونن در داکر هاب که یه رجیستری عمومیه یا رجیستری خصوصی ذخیره بشن. سوال 8. کدام دستور برای حذف یک ایمیج داکر استفاده می شود؟ گزینه‌ها رو ببینیم. گزینه 3 داکر RMI. دستور داکر RMI برای حذف یک ایمیج داکر استفاده میشه. سوال 9. چگونه میتوان به یک کانتینر داکر در حال اجرا دسترسی تعاملی داشت؟ گزینه‌ها رو ببینیم. جواب صحیح داکر اتچ. میتوان با دستور داکر اتچ به یک کانتینر داکر در حال اجرا دسترسی تعاملی داشت. سوال 10. مزیت اصلی استفاده از والیومز در داکر چیست؟ گزینه‌ها رو ببینیم. جواب صحیح گزینه 1 ذخیره سازی دائمی داده‌ها حتی بعد از حذف کانتینر. والیومز در داکر به ما این امکان میده داده‌ها رو به صورت دائمی ذخیره کنیم حتی بعد از حذف کانتینر.